در همایش نمایندگان اکادمی اداره‌کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دانشگاه ملی تاجیکستان و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اشتراک و سخنرانی نمودند. در قسمت افتتاحی همایش رهبریت دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی ذکر داشتند که ساحه معارف یکی از مسائل مهم و مرکزی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری به حساب می‌رود که همساله با تحلیل‌های عمیق و دقیق و بهتر کردن وضع ساحه معارف از جانب پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پیام نوبتی نیز سرور دولت محترم امامعلی رحمان به مسائل‌های مبرم ساحه معارف از جمله رشد آن و بهتر نمودن وضع اجتماعی کارمندان ساحه معارف دقت اساسی داده مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که برای بلند برداشتن مزد معاش و دیگر یاردمپولی‌ها به آموزگاران چاره‌اندیشی نمایند. گفته شد که در زمان صاحب استقلالی مبلغ‌گذاری ساحه معارف سال به سال زیاد شده وضع ساحه و کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی منتظم بهتر می‌گردد. در پیام پرزیدنت تاجیکستان به مجلس عالی با مقصد بهتر نمودن سطح نیکوحوالی مردم مملکت و تقویت بخشیدن حفظ اجتماعی اهالی دستور داده شد که معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی ساحه معارف 30% زیاد کرده شود. این دستور امکان می‌دهد که وضع اجتماعی کارمندان ساحه معارف بهتر گردیده با این راه هوسمندی تکمیل اختصاص جلب کادرهای دارای قابلیت بلند و بلند برداشتن نفوذ آموزگاران در جامعه و دیگر تدبیرها عملی کرده شوند. خاطر رسان می‌شویم که در سالهای صاحب استقلالی در تاجیکستان در دایره امکانات مالیوی مملکت 22 مرتبه مزد مهنت کارمندان ساحه معارف زیاد کرده شده است.